یه روز سارا رفته بود روی بالای هواپیمای در حال پرواز. اون در باک هواپیما رو باز کرد و یه شیشه عرق‌سگی رو ریخت داخلش، چون سوخت هواپیما تموم شده بود. حالا شاید بگی چرا عرقی که میریزه زرده؟ خب شاید ساقی توش دیش کرده. اما به هر حال واسه سوخت هواپیما گزینه خوبیه. زمانی که همش خالی شد، سارا بطری رو پرت کرد پایین. دوست پسرش امیر یه بطری دیگه بهش داد که باز سارا بطری دوم خالی کرد داخل باک. خوشبختانه درجه سوخت آروم داشت میومد بالا، اما هنوز هم کافی نبود. به خاطر همین امیر بطری سوم هم داد به سارا. اون شروع کرد به خالی کردن بطری سوم. امیر میخواست بطری آخر رو بهش بده، اما یک دفعه دست چپش سر خورد و یه رسانداز هوایی ایجاد شد. سارای بیچاره مثل شب جمعه حسابی بالا پایین شد، اما در آخر تونست موفق بشه برگرده داخل هواپیما. امیر به سارا گفت دمت گرم شیر دختر، واقعا عرق‌ها جواب داد. امیر گفت یه جزیره خالی دیده، واسه همین دور زدم و رفتم به طرفش، اما هر چقدر گشتم پیداش نکردم. در همون لحظه سوخت هواپیما تموم شد، اما چون هواپیما تک مسئول اصلا خاموش نمیشد. خلاصه آخرش اونا موفق شدن به یه جزیره کوچیک پیدا کنن.